همیشه برای گرفتن عکس‌های سیلوئت و ضد نور لازم نیست که پاشیم بریم بیرون و با خودمون تجهیزات آنچنانی ببریم. توی همین خونه و هر جایی که نشستی با یه گوشی و با این فلش روشن گوشیت میتونی عکسای ضد نور و سیلوئت خیلی خیلی جذابی بگیری. سعید استادیان. توی ویدیوی قبلی که لینکشو این بالا و توی دیسکریپشن برات گذاشتم رفتیم بیرون، کلی به خودمون زحمت دادیم و نور آفتاب آنچنانی و فلان و این داستانا و کلی خسته شدیم تا عکس سیلوئت گرفتیم. امروز توی خونمون که نشستیم با یه گوشی و یه دونه کش موی خانوما و فلش روشن موبایلمون عکسای سیلوئت میگیریم. میگی نه؟ بریم پس ببینیم. خب همینجوری که دارید توی موبایل من دارید نگاه میکنید، ما اومدیم چیکار کردیم؟ این فلش رو من بیام جلوتر، فلش نه، موبایل رو اینطوری با کش، بذار فوکوس بشه، فوکوس شو، آها، بستیم به بازو و فلشش رو روشن کردیم. خب به این طریق بعد وقتی که من از سوژه فاصله میگیرم و میام دورتر، ببین این اتفاق میفته، چون نور اون فلش میخوره به دیوار باعث میشه که سوژه من دیگه بافتش پیدا نباشه. بعد وقتی که اینو من بالا پایین میکنم جبران نوردهی رو، باعث میشه که نور کمتر یا نور بیشتر وارد بشه. پس از اونجایی که من میخوام الزاماً سوژم توی تاریکی مطلق باشه، میام کلا نور رو میبندم مثل الان. و الان اگر سوژه من که قراره ازش عکس بگیرم به خودش فرم بده، شکل بگیره، آها، این باعث میشه که من دیگه اونو در واقع بافت سوژم رو نبینم یک بار دیگه و 1 2 3 که عکسشو دارید نگاه میکنید. الان دوباره میخوام چه کار بکنه؟ یه فرم دیگه باز به خودش میگیره سوژه من. آها، 1 2 3 باز دوباره میبینیم، دوباره عوض میشیم. دارم براتون حالتهای مختلف رو امتحان میکنم که ببینید. بریم یه حالت دیگه. 1 2 میبینید که من توی ویدیوی قبلی هم که براتون توضیح دادم گفتم الزاماً مثلا الان پشت تو من بکن کامل، فقط سرت. آها، ببین الان من اگه قرار باشه اینجوری عکس بگیرم هیچی پیدا نیست، یعنی نه فرم صورت رو دارم، نه خط بینی رو دارم، نه خط پیشونی رو دارم، نه خط چشم رو دارم. خب هیچ جذابیتی نداره، دلیلی هم نداره که بخوام بگیرم. اما وقتی که نیم رخ میشه کامل، دقیقاً میبینید که همه اجزای صورت پیدا میشه و ما راحت تر میتونیم عکس بگیریم و مجدداً یه عکس دیگه هم بگیرم و شما رو به سلامت و ما رو هم به سلامت، یه همچین چیزی. بریم یکی دیگه. 1 2 3 حالا این قسمتمونم تموم شد. امیدوارم که برید توی خونه و با همین شکل ویدیوهای فوق‌العاده جذاب بگیرید و دوست دارم واسمون کامنت هم بذارید که چطور بود. دمتون گرم.